میدونی ماینکرافت جا میخوای روی پیسی ماینکرافت بازی کنی، پس این ویدیو برای تو. پس حتما این ویدیو ببین. خب اول کاری که باید بکنی اینه که باید بری ماینکرافت رو نصب کنی. حالا چطوری؟ اول باید بری جاوا رو نصب کنی که اگه توی گوگل بزنی نصب جاوا و روی سایت اول بری، نسبت به سیستم عاملت یعنی 64 بیتی و 32 بیتی دانلودش میکنی و بعدش باید بری تی لانچر رو نصب کنی که ما توی گوگل فارسی یا انگلیسی می‌نویسیم تی لانچر و میریم سایت اول و نسبت به سیستم عاملت انتخاب میکنیم و نصبش میکنیم. حالا که نصب کردی یک سری مرحله داره که جز این نیست و ردشون میکنیم و بعد صفحه اصلی رو میاره که بعد اونجا اسمت انتخاب کنی. اسمت میتونه هر چیزی باشه و بعدش با دکمه کنارش ورژن ماینکرافت رو میتونی انتخاب کنی از اول تا آخرش و یعنی از اولین نسخه‌ای که از ماینکرافت اومده تا آخرین نسخه‌ای که از ماینکرافت اومده میتونی بازی کنی. ماد یا شیدر انتخاب کنی یا زن برای خودت انتخاب کنی دانلودش کنی، ولی باید فورج باشه نسخه بازی فورج باشه. و تا ویدیو بعدی من اینا رو بیشتر براتون توضیح میدم. حالا وقتی که ورژن انتخاب کردی و دانلود کردی میتونی بری توی بازی. وقتی که وارد بازی شد 8 تا دکمه میبینی و بعد سوال میشه که خب اینا چیه؟ خب اولیش که سینگل پلیره که میتونی باهاش تنهایی بازی کنی و در واقع توی دنیای تنهایی که چند نوع حالت بازی داره که اولی پیسفول که گرسنه میشه و نما به خطرناکی است که بهت آسیب بزنه و دومی ایزیه که از اسمش پیداست راحت تره و در واقع ماب آسیب خیلی کمتری بهتون میزنه. نرمالی که عادی بازی میکنی و حالت عادیه یعنی ماب عادی بهتون دمیج میدن و همه چیز توش عادیه. و هارد که روی سختشه که یعنی سخته و هارد که یعنی از روی اسمش پیداست سخته و ما بهتون بیشتر آسیبی که میتونن بزنن میزن. و بعدش میریم سراغ قسمت بعدی که میشه نوع بازی که حالت ماجراجویی داره و حالت بقای سروایول که عادیه و خلاق یا کریتیو که توش به همه وسایل بازی دسترسی داری و که هیچ مابی نمیتونه به آسیب بزنه. و هاردکور که اگه داخل بازی کنید و بمیرید و حتی اگر تخت داشته باشه ریسپان پوینت ست کرده باشید دیگه نمیتونید وارد بازی بشید و یه امکان زنده شدن وجود نداره. و بعدش میریم سراغ قسمت بعدی که مولتی پلیر یعنی بازی چند نفره که در واقع اگه توی گوگل بزنید یه سری سایت براتون میاره. سایت ماینکرافت که اگه بزنید میتونید برید توی سایت ها و لاگین کنید. اول برای رجیستر کنید و بعدش دوباره اگه خواستید وارد بازی بشید لاگین کنید و چند نوع بازی داره. و اگه خواستین که بیشتر این مبحث رو ادامه بدم یا درباره شروع تا پایان چند تا چالش و بقیه این چیزا ویدیو بسازم و هرچی که شما کامنت رو بگید رو من انجام بدم، پس یادتون نره حتما لایک و سابسکرایب کنید و روی زنگوله بذارید تا اولین کسی باشید که ویدیو من رو میبینه. و تا ویدیوی دیگه خداحافظ.